امروز هم بار رو قشنگ میشوریم اینجا، قشنگ شستشو میکنیم، خوشگل تمیز. ببین اینجا دیگه قشنگ شستشو میشه، میاد اینجا دوباره خوش میشه. بچه این بار رو دارم بسته‌بندی میکنم برای ارمنستان. ببین با این دستگاه ببین پرسش میکنه اینا. این چه خوشگل بغلش نوار گذاشته که چیز نشه. ببین این الان آماده اینجا اینو آماده کرده. اینو آماده کرده برای ارمنستان. امروز بارگیری میکنین؟ آره امروز تیلی میگم میاد برای بارگیری. اینجا هم که آماده شده ببریم پشت تیلی. حاجی هم داره یواشاش اونو بچه آماده کردن دیگه. اونو هم آماده شده. تیلی ارمنستان هم اومده بارش آماده هستش. اومده براش بارگیری داره میره رو باسکوز. سرما خوردیم لامصب همش فست. هر روز یه تیلی بسته‌بندی میکنیم میفرستیم. یه روز تامسون میفرستیم، یه روز هم نارنگی. البته یه هفته که عید بوده اون بر تعطیل بوده. بعد از عید الان این اولین تیلیه که داریم میفرستیم. پلاستیک میزنیم این که خوشگل میزنه، قیچی میکنه. قشنگ. این آقا یوسف رو اینقدر دوست دارم. این آقا یوسف رو دوست داشتنیه، خیلی دوستش دارم، پسر خوبیه. اینم پاهای خوشگی، پاها حواسش نیست، مشغول کاره.